به نام عشق. مناجات صد میدان. میدان سوم. انابت. خدایا، شکرت بابت این که به ما اجازه بازگشت دادی. ما کاری نکردیم، تو امکانات بازگشت را در اختیار ما قرار دادی. خدایا، شکرت بدون این که ما بخواهیم مسیر بازگشت را برای ما آماده می کنی. خدایا، شکرت که در حال کشاندن ما به سمت خویش هستی. خدایا، شکرت بابت آن که به ما افتخار دادی تا زنده هستیم روی از غیر خدا بربندیم، از نفس ببریم و قلب خویش را به سمت نور الهی برگردانیم، بدون اینکه ما کاری کرده باشیم، تلاشی کرده باشیم، برنامه‌ای ریخته باشیم. خود تو ما را به سمت خویش هدایت می کنی. خدایا، شکرت که با سروش آسمانی پیام بازگشت به ما می دهی و امکانات بازگشت را نیز برای ما فراهم می کنی. خدایا، شکرت که از آن شبی که توبه را آغاز کردیم بندها قطع شدند و خود به خود اضافات زندگی دور ریخته شد. خدایا، شکرت که آن چیزی که به درد ما نمیخورد را خود تو برای ما دور میریزی و وجود ما را پاک میکنی و ما را به جوانمردی باز میگردانی تا بتوانیم مسیر انابت و بازگشت را به نیکی طی کنیم. خدایا، شکرت که با نور الهیت مسیر بازگشت را روشن کرده ای. خدایا، شکرت که آثار توبه را می‌بینیم. خدایا، شکرت که آثار پشیمانی از غفلت و بیهودگی را می‌بینیم. ما کاری نکردیم، ما فقط بابت ثانیه‌های عمری که از دست دادیم پشیمانیم. ای خدای یکتا، تو مسیر بازگشت را به ما بیاموز. تو نور بازگشت را در دل ما روشن ساز و ما فقط به دنبال این نور حرکت می‌کنیم. خدایا، شکرت که آنقدر به ما نزدیکی که نخواهیم تو را جستجو کنیم. تو در دلهای ما هستی و فقط کافی است امید خویش را از هر آنچه غیر توست قطع کنیم و تمام توکل، آرزو، ایمان، امید و مسیر خویش را برای حرکت به سمت خدای درون بگذاریم. خدایا، شکرت که بازگشت همه ما به توست. ای تمام کسانی که حس گمگشتگی دارید و گویا دنیا بر شما تنگ شده است و احساس می کنید چیزی کم است. آن چیزی که کم است عشق الهی است. آنچه گم کرده اید عشق الهی است و حقیقتاً این پله ها ما را به سمتی می برد که اندک اندک عشق زیبایی با پروردگار در دلهای ما به وجود آید و تا زنده هستیم بازگشت ما به سوی او اتفاق بیفتد. زمانی که از همه بندها رها می شویم و تنها در بندگی معشوقی دوست داشتنی قرار می گیریم، آزادی از آنجا آغاز می شود. در پناه نور و عشق الهی.